آیا روز شک را می شود روزه گرفت یا خیر؟ اساساً تعریف یوم الشک یا روز شک چی هست؟ شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مسائلی که معمولا در آغاز رمضان در میان مردم بحث می شود و مردم در این زمینه اظهار نظر می کنند و احیانا متردد هستند، نمیدونند که در این زمینه چگونه عمل بکنند، مبحثی هست که به عنوان روز شک مطرح می شود. آیا روز شک را می شود روزه گرفت یا خیر؟ اساساً تعریف یوم الشک یا روز شک چی هست؟ روز شک یا یوم الشک از نظر فقهی و شرعی به روز 30 ماه شعبان گفته می شود که روز 29 ماه مبارک شعبان مثلا ماه کامل شده و 29 روز هست و مغرب و هنگام غروب آفتاب در روز 29 مردم می روند دنبال هلال رمضان می گردند، اما کسی هلال رمضان را نمی بیند، یا اینکه افق غبار آلود هست، ابر وجود دارد و نمی شود که ماه را دید. آیا هلال متولد شده یا هنوز اصلا وجود خارجی رو فعلا در افق ما ندارد؟ روز فردایش که می شود روز 30 ماه شعبان، آیا این فردا را ما 30 ماه شعبان حساب بکنیم روزه نگیریم، یا این که فردا می شود 1 ماه مبارک رمضان؟ هر دو تا احتمال وجود داره، چون که ما ماه رو ندیدیم، مشاهده نکردیم. احتمال دارد که ماه شعبان 30 روزه باشد، پس بنابراین فردا بشود 30 ماه شعبان. امکان دارد که این ماه شعبان 29 روزه باشد و فرداش بشود آغاز ماه رمضان. الان تکلیف ما چی هست؟ در این زمینه ما باید چگونه عمل بکنیم؟ این روز 30 ماه شعبان را که دیروزش ماه جدید و هلال جدید دیده نشده و ما نمیدونیم که آیا این روز 30 ماه شعبان هست یا 1 ماه در واقع رمضان هست، این روز را اسمش هست که یوم الشک یا روز شک. حکم روزه گرفتن در این روز از نظر شرعی چه هست؟ جمهور علما و فقها بر این نظر هستند که یوم الشک را، یعنی روز 30 شعبان را که معلوم نیست که 30 شعبان هست یا اول رمضان، روزه گرفتن این روز نه واجب هست و نه مستحب و سنت هست. یعنی نه حکم فرضی دارد که ما حتما باید روزه بگیریم، حتی سنت و مستحب هم نیست که ما روز شک را روزه بگیریم. در حدیثی که من قبلا در این برنامه خدمت شما عرض کرده بودم، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنند از رسول گرامی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند که الشهر 29 لیله، ماه هر ماهی 29 شب هست، یعنی اینکه ماها معمولا 29 روز میشوند، از 29 روز کمتر نمیشوند. در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فلا تصوموا حتی تروه، تا زمانی که شما ماه را ندیدید، هلال جدید و نو را ندیدید، شما نباید روزه بگیرید و حکم شرعی هم این است که شما روزه نگیرید مگر این که هلال ماه رمضان را شما ببینید. و اگر شما دچار اختلاف شدید و دچار تردید شدید، نمیدونستید، هلال رو ندیدید، الان باید چی کار بکنید؟ فاکملوا العدة 30، شما تعداد روزهای ماه شعبان را 30 روز کامل بکنید. این حکم شرعی هست که در این مورد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. و در روایت دیگر هم هست
که روایت صحیح هست، متفق علیه هست، در صحیح بخاری و مسلم روایت شده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم ولا یومین، هیچ کسی از شما حق ندارد که یک روز یا 2 روز قبل از رمضان را شما روزه بگیرید، الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلک اليوم، مگر یک فردی که معمولا این روز را روزه میگرفت و الان روزه بگیرد. یعنی چی که معمولا کسی این روز را روزه میگیره؟ مثلا فرض بکنید یک فردی همیشه عادتش هست که روزه نفلی و روزه سنت میگیرد، روزه های دوشنبه و روز پنجشنبه رو همیشه روزه هست. الان فرض بکنیم که روز 30 ماه شعبان که معلوم نیست، یوم الشک هست، معلوم نیست که 30 شعبان باشد یا اول رمضان باشد، این روز افتاده روز دوشنبه هست یا روز پنجشنبه هست و این فرد همیشه عادتش بوده که روزهای دوشنبه را و روزهای پنجشنبه را روزه میگرفته. در این صورت این فرد میتواند که این روز را روزه بگیرد، اجازه دارد که روزه بگیرد. اما کسی که عادت نبوده روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را روزه نمیگرفته، الان میخواد این روز را روزه بگیرد، حکم شرعیش این است که روزه گرفتن این روز نه واجب هست و نه مستحب هست و نباید چون این روزی را ما روزه بگیریم. نقل قولی شده از حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه که ایشون میفرماید که من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، هر کسی که روز شک را، یوم الشک را، روزی که در آن شک و تردید دارد، نمیدوند که 30 شعبان هست یا اول رمضان هست، هر کسی که چون این روزی را روزه بگیرد مخالفت کرده با ابوالقاسم، یعنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین روز 30 شعبان که برای ما مشخص نیست که 30 شعبان باشه دقیقاً یا اول در واقع رمضان باشه، روزه گرفتن چنین روزی بنابر قول جمهور علما جایز نیست و ما نباید چنین روزی را روزه بگیریم. اما شاید بعضی از حس کنجکاوی خودشون بگویند خب ما این روز را روزه میگیریم، چه اشکالی دارد که ما این روز را در واقع روزه بگیریم، ضرر نمی کنیم، فردا را روزه میگیریم، اگر اول رمضان بود خب از رمضان حساب میشه، اگر اول رمضان نبود و 30 شعبان بود این می شود یک روزه نفلی که برای ما محسوب می شود. اینو از نظر شرعی حکمش هست تنطع، یعنی یک موردی که شریعت اینو برای ما مشروع قرار نداده و بر ما لازم نکرده که این اندازه بر خودمون سختگیری بکنیم و این اندازه در این زمینه ما در واقع وسواس داشته باشیم. حکم شرعی در این زمینه واضح است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که در شامگاه روز 29 شعبان اگر شما هلال رو دیدید فردا روزه بگیرید، اول رمضان هست، و اگر ندیدید ماه شعبان را 30 روز کامل بکنید. این حکم شرعی هست. در مواردی که حکم شرعی کاملا مشخص هست برای ما، پس چه نیازی هست که ما برویم دنبال این که کنجکاوی بکنیم و بر خودمون سخت بگیریم یا اینکه بخوایم پختکاری بکنیم در این زمینه. پختکاری و اطمینان در اون مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده، پیروی از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. و دستور رسول گرامی اسلام در این زمینه این است که اگر شما روز 29 شعبان ماه را دیدید فردا روزه بگیرید، اول رمضان هست، و اگر ندیدید افق غبارآلود بود، ابر بود و یا به هر دلیلی دیگر شما نتونستید ماه را ببینید، پس بنابراین ماه شعبان را 30 روز رو کامل بکنیم. اما حکم این که فرض بکنی یک فردی فردا را که امروز 29 شعبان هست فردا را میگه من روزه میگیرم، نیتش هم این است که اگر رمضان باشد نیت رمضان هست و اگر رمضان نباشد روزه نفلی حساب بشود، من که ضرری رو نمی کنم. هر کسی که روز 30 شعبان را که به گمان ما 30 هست، بنابراین حسابی که ما ماه رمضان را هلالش را ندیدیم، فردا می شود 30 شعبان. اگر فردی اومد 30 شعبان را به نیت رمضان روزه گرفت، به نیت رمضان، در اینجا 2 حالت وجود دارد. اگر فردی به نیت رمضان روزه گرفت و فردایش واقعا مشخص شد که بله این 30 شعبان نبوده اول رمضان بوده، فرض بکنید که از یک شهر دیگر به ما خبر دادند که و هنگام ظهر بود و بعد از طلوع فجر به ما خبر دادند که بله دیروز یا دیشب ما ماه رمضان را در فلان شهر یا در فلان کشور مثلا دیدیم.
خب امروز قطعا می شود اول ماه مبارک رمضان. اگر کسانی به نیت رمضان این روز را روزه گرفته بودند، روزهشون محسوب می شود، اول رمضان هست و لازم نیست که این روز را اعاده بکنند. اما اگر تردید داشتند که روزه گرفتند، اگر رمضان بود رمضان حساب بشه و اگر رمضان نبود روزه نفلی حساب بشه. در این صورت چون که ما تعیین نکردیم، در این صورت روزه رمضان حساب نمی شود. یا فرض بکنید یک فردی 30 شعبان را روزه گرفت، نیتش نیت نفلی بود، من فردا را روزه نفلی میگیرم و اتفاقا معلوم شد که این فردا اول رمضان بوده. آیا روزه چنین شخصی محسوب می شود جز ماه مبارک رمضان اول رمضان؟ جمهور علما دیدگاه و نظرشون این است چیه؟ چون که این فرد روزه نفلی رو نیت کرده بوده و اون نفر دوم چون که تردید داشته در روزه خودش و نیت یکی از ارکان روزه هست، پس بنابراین باید اطمینان داشته باشه، قطعا باید تعیین بکند. این دو نفر حکم شرعیشون این هست که یک روز دیگری رو باید به جای این روز روزه بگیرند و این روزشون جزو اول رمضان در واقع حساب نمی شود. اما اگر کسی به این نیت که این فردا اول رمضان هست و مطمئن بود و با همین نیت روزه گرفته بود، پس بنابراین روزش محسوب می شود و فردا برای چنین شخصی اول رمضان حساب می شود و لازم نیست که این روز رو دوباره روزش رو در واقع قضایی بگیرد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگر، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.